سال پنجم بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. روز از روز دشمنی مشرک ها علیه مسلمان ها شدت می یافت. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم و بعضی از مسلمان های ضعیف مشورت دادند که به سوی حبشه هجرت کنند، چون آنجا یک پادشاهی هست عادل است و کسی نزد او ظلم کرده نمی شود. ظاهرا پیامبر صلی الله علیه و سلم که عادتا سفرها داشتند و به تجارت مشغول بودند و همین گونه به واسطه وحی از این آگاه شدند که آنجا شاهی هست عادل و ظلم نمی شود اگرچه نصرانی هست. سپس صحابه ها را توصیه کردند و آنها به حبشه سفر کردند. روایت ابن سعد میگوید که آنها تقریبا 11 یا 12 مرد و 4 زن بودند. روایت ابن اسحاق میگوید که آنها 10 مرد بودند و 4 زن بودند. خلاصه اینها رفتند به واسطه کشتی که یک گروه تاجرها از آن طرف بار آوردند و وقتی برمیگشتند اینها با آنها موافقت کردند به نصف دینار، یعنی تقریبا $400 و یک پول کمتر این 10 نفر مرد و 4 زنها را به آن طرف بحر بردند. پیش از این هجرت آیت ها الکی اشاره میکرد. سوره کهف نازل شد، در آنجا سفر حضرت موسی به خضر یادآوری میشد و این چنین هجرت اصحاب کهف به سوی کهف، یعنی وقتی که دیدن که دین الله تعالی را چه خیلی که الله تعالی فرموده است همین گونه دینداری کرده نتوانستند، به سوی غارها گریختند و به یک جای امن گریختند. اینها یک اشاره ها بود. این چنین در سوره زمر الله عز و جل گفت که للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه، برای آنهایی که در این دنیا عملهای نیکو کردند مکافاتشان بهشت است و ارض الله واسعه، زمین الله تعالی وسیع است. یعنی یه نوعی اشاره بود که مادامی که اهل مکه و شما تنگ میکنن، نمیگذارن که شما دینداری کنید، نمیگذارن که شما قرائت قرآن کنید، نمیگذارن که شما نماز گذارید، و ارض الله واسعه، زمین الله تعالی وسیع است. یعنی اشاره به آن که میتونید به یک جای روید که اونجا آرامتر باشد. بنابراین آنها هجرت کردند و اولین عائله که هجرت کرد این حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه همراهی همسرش رقیه دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم. و بعضی مورخان میگن که اولین آدمی که به حبشه هجرت کرد ابو حاتم ابن عمرو ابن عبد شمس است. به هر حال اینها هجرت کردند و همین سال پنجم پیغمبری حالا به آخر نرسیده خبری به حبشه رفت. حبشه را بعضی علما از جمله ابن کثیر و بعضی از علمای معاصرین سودانی امروزه معرفی کردند، چون ببینید سودان در روبروی مکه هست، در آن طرفی بحر سرخ. وقتی که به سودان به حبشه خبر رفت که گویا اهل مکه اسلام آوردند، گاه هم خیلی آوازه ها میشد که بیچاره ها خرسند شده از حبشه به مکه برمیگردن. وقتی که برمیگردن میبینن که عذاب ها دوچند شده است، بلاها دوچند شده است، دشمنی مشرک ها سخت‌تر شده است. بنابراین آنها با پیامبر صلی الله علیه و سلم مشورت کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم دوباره به آنها اجازه دادند که هجرت کنند. این مراتبه 85 نفر تقریبا مردها و 19 زن بنابر روایت ابن اسحاق، و بعضی ها میگن که 83 مرد و 11 زن، بعضی ها 80 مرد و 20 زن، خلاصه اطراف 100 نفر چه خیلی که حافظ ابن کثیر ذکر کردن اینا سفری دوباره کردن. وقتی که اینها به حبشه رفتند قریش از قفای آنها نماینده ها فرستند تا اینکه آنها را دریافت کنند و به هجرت نماند. لیکن وقتی که آنها به ساحل بحر آمدن الکی کشتی ها حرکت کرده بود، دیگه خلاصه دریافت نکردند. بعد از آن قریش 2 نفر را همچون سفیر نماینده از جانب مکه به سوی حبشه به نزد پادشاه حبشه نجاشی فرستانید که آنها عمرو ابن العاص بود و عبدالله ابن ابی ربیعه. اینها رفتند با مقصد استرداد مهاجرها، با مقصد بازگردانیدن آنهایی که هجرت کردند. و پیش از آن که به نزد شاه درآیند وزیرها و اسقفها یعنی پاپها گویم دانشمندان نصرانی ها را هدیه ها دادند. آنها را اول راضی کردند تا اینکه در نزد شاه جانبداری از اینها کنند و مهاجرهای گریخته رفته را استرداد به وطنشان کنند. هدیه ها می بردند، می خریدند خلاصه وزیرها را،
قماندانها را. خلاصه روزی شد که آنها را پادشاه به نزدش قبول کرد. آنها آمده میدانستند که پادشاهی حبشه هدیه های عبارت از پوست ساخته شده را دوست می داشت. هدیه ها آورده دادند، سخنهای نیک گفتند و بعد گفتند که یک چند شخصای بیفهم و بیمدنیتی ما دینی ما را ترک کرد، نه دینی ما را قبول کرد نه دینی شما را قبول کرد، یا دینی دیگری را قبول کرد. اینها گریخته به کشوری شما آمدند، بنابراین خوب میشد که اینها را به ما میدادید، ما اینها را همراه می بردیم. بعد نجاشی یعنی با این اکتفا نکرده به آنها نماینده فرستانید و مهاجرها به نزدش آورده شد و با سرداری جعفر ابن ابی طالب پسر عمک جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم و آنها را پرسجو کرد که شما چی میخواهید، چیکار میکنید. آنها گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را مشورت دادند که به نزد شما آییم، ما را اونجا ظلم کردند، ما فقط یگانه الله تعالی را پرستش میکردیم. خلاصه قصه کردند. بعد نجاشی گفت که شما آزاد هستید، در زمین من ظلم کرده نمیشوید، مرحمت روید زندگی کنید. و این دلالت میکند که اگر یک شاه خواه نصرانی هست خواه غیر نصرانی هست در نزد او ظلم کرده نشود و در کشور او طبق شریعت عمل کرده شود، هجرت کردن به آن کشور جایز است. بنابراین به همین قصه ها وقتی که زحمت های این دو سفیر عمرو ابن العاص و عبدالله ابن ابی ربیعه بیکار شد، اینها برآمده باز به واسطه بعضی اسقف ها، یعنی هم دانشمند های دینی و روحانی نصرانی ها و بعضی قماندان ها باز مراتبه دیگر خواستن به نزد پادشاه در آمده او را قانع کنند و این مراتبه گفتند که ای شاه، اینها در حق عیسی سخنهای بد میگویند، یعنی کاری کنند که اون دولت اینها را راند. یعنی این مسلمان هایی که اینجا حالا هجرت کرده آمدین به کشور شما در حق عیسی سخنی بد میگویند. باز نجاشی آنها را فریاد کرد و جعفر ابن ابی طالب را پرسان شد که شما در حق عیسی چی میگویید؟ بعد حضرت جعفر گفتند که ما در حق عیسی هر چیزی که میگوییم که الله تعالی به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل کرده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما گفته است عیسی پیغمبر الله و بنده الله هستند. و نجاشی طلب کرد که یک چند از همان قرآنی که به پیغمبر شما آمده است برای من قرائت کنید. بعد جعفر ابن ابی طالب ابتدای سوره مریم را قرائت کردند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. خلاصه تلاوت کردن از سوره مریم. وقتی که تلاوت میکردن نجاشی گریه کرد، حتی ریشهایش تر شد. اسقف ها، این دانشمندان روحانی او گریه کردن، حتی کتاب هایی که در پیششان بود تر شد. بعد از آن نجاشی یک عصا را گرفت و گفت که سخنی که اینها آید عیسی میگویند مثل همین عصا راست است، یعنی حق است. سپس مسلمان ها برآورده شدند و این دو سفیر خوار و ذلیل برگردانیده شدند و هدیه هاشون نیز همراه خودشون برگردانیده شد. یعنی در دنیا هست شخص هایی که هر کار در نزد او با پول حل نمیشد، با مال حل نمیشد.